شهرها هم در شهرهای بزرگ دیگه در بیش از 40 شهر الان بنزین یورو 4 مصرف میشه. برای خودروها استاندارد کیفیت بسیار بالا وضع شد، مکلف شدن که خودروسازا رعایت بکنن، اگر رعایت نکنن حتما تعطیل میشن. ریزگردها طبق مطالعات دقیق که سازمان بین‌المللی هم تایید کرده 70%ش منشأش خارجیه، یا عراق یا مرز عراق و سوریه است یا مرز اردن یا عربستان هست. ما در گفتگوهای بین‌المللی به صورت جدی دنبالی هستیم، باید هم حتما حل بشه. مثالی که به وجود اومده در زمینه خوزستان کار ویژه‌ای انجام گرفته، خوزستان انجام گرفته، هم بحث کارون، بحث 550,000 هکتار، بحث هورالعظیم. من فکر میکنم که کارهای مهمی انجام گرفته تو این 4 سال. آقای قالیباف 12 سال شهردار تهرانه، بگه همین زباله جلو خونه‌ی مردم جمع میکنه، چجور نتونسته بعد از 12 سال تفکیک بکنه که مردم زبالهشون جدا جدا معلوم بشه، هر بخشش در جای خودش. کدوم شهر توی اشل تهران تا حالا زباله اینجوری جمع میکنن؟ ایشون فقط شهردار سازه است، فقط پروانه میده برجای منطقه 22 رو بریم ببینید چه بسیار تهران آورده، همین مناطق مختلف بریم ببینید. همین صدر 2 طبقه چه کمکی به ترافیک تهران کرد؟ با پول صدر همه اتوبوس‌های تهران میشد اصلاح کرد. با پول صدر خیلی از مسائل زیست محیطی تهران میشد اصلاح کرد. شما مسئول این شهر هستی در حد شهرداری تهران، نه بیش از شهرداری. به این مسائل تهران، آبش، فاضلابش، برقش، خدمات دیگرش، 10 ها دستگاه که هیچ کدومشون هم کمتر از شهرداری تهران نیستن مسئولیت ندارن. ولی یه جوری انگار صحبت میکنیم مسئول کل عالمی. در حد مسئولیت شهرداری تهران که بخشی از وظایف بوده، بیاد یه وقتی صادقانه به مردم گزارش بده، بگو من این کارا رو با این درجه علمی بالا انجام دادم. ما رو متهم میکنی به مدیریت 60 سال قبل. ما که تو دانشگاه‌های بهترین دانشگاه‌های داخل درس خوندیم، حاضر هستیم با افتخار بگیم. دانشگاه صنعتی شریف خوندیم، دانشگاه علوم تحقیقات خوندیم. ما مدیریت 60 سال قبل داریم، با شما مدیریت مدرن دارین. بالاخره باید بپذیریم به روش آمرانه، به روش برخوردهای تند نظامی نمیشه یه شهر بزرگی مثل تهران مسائلش حل کرد. نیازمند راهکارهای علمی است. خیلی از